بهار قصه عاشقانه زمین و آسمان است. نوروز فصل بیداری خاک و رویش امید بر شما مبارک باد. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به اولین ویدیو آموزشی من خیلی خوش اومدین. در این ویدیو قصدیم در مورد CGI تبلیغات توی شهر بحث کنیم. همونجور که می‌بینید فوتیج داخل افتر افکت باز می‌کنیم. سایزش مشخصه 2160 در 3840 با فریم ریت 25. این فوتیج کار رو می‌بینیم. خب برای اینکه به حالا اون کار نهایی برسیم قبلش باید یه سری کارها انجام بدیم، مثل ترکینگ. بعد از ترکینگ مدل سازی رو انجام میدیم، بعدش رندرینگ و در آخر کامپوزیت. بحث ترکینگ در نرم افزار سینتایز انجام میشه. حالا میریم جلو میبینیم چه جور نرم افزاریه که این نرم افزار قدرتمندیه تو جلوه‌های ویژه. بعدش این ترکینگ رو وارد نرم افزار بلندر میکنیم، اونجا مدل سازی انجام میشه. بعد از اینکه مدل سازی انجام شد رندرینگ میکنیم و در آخر کامپوزیت هم در نرم افزار افتر افکت انجام میشه. خب بعد از اینکه در واقع فوتیجتون رو داخل نرم افزار افتر افکت باز کردین، میریم تو قسمت رندرش، یعنی تنظیمات رندرش. کنترل ام رو میزنم. خب وارد بخش ستینگ نرم افزار افتر افکت میشیم، بخش رندرش. از این قسمت یعنی اوتپوت مودش رو انتخاب میکنم و تو قسمت مین آپشن فرمتش رو میذارم روی PNG سیکونس. ما به صورت PNG سیکونس در واقع از این فوتیج رندر میگیریم و بعد وارد نرم افزار ترکینگ مثل سینتایز، PF ترک یا خود افتر افکت هم میتونه واسه ما کار ترکینگ رو انجام بده. ولی خب ما در این قسمت آموزش قصد داریم که ما نرم افزار سینتایز ترکینگ رو انجام بدیم و آشناییت اولیه رو داشته باشیم. خب فرمتش رو میذاریم رو PNG سیکونس. خب به بقیه چیزاش دست نمیزنیم و در قسمت اوتپوتش ما یه محل ذخیره رو واسش انتخاب میکنیم. حالا هر جا میخواد باشه، فرق نمیکنه. یه نیو فولر اینجا میسازیم و کاراشو انجام میدیم. قسمت هشتگش رو حتما پاک کنید و سیف کنید و بعد در آخر قسمت رندر رو فعال کنید. میذاریم که رندر انجام بشه و به صورت PNG سیکونس واسه ما رندر بگیره. خب دوستان، بعد از اینکه در افتر افکت به صورت PNG سیکونس رندر گرفتیم، وارد یکی از نرم افزارهای ترکینگ مثل سینتایز پرو، PF ترک، افتر افکت، خود افتر افکت هم ترکینگ رو انجام میده. حالا ما در این آموزش از سینتایز پرو 2024 استفاده میکنیم. اگه بخوام یه تعریف کلی از نرم افزارهای ترکینگ بگم، نرم افزار ترکینگ میان با استفاده از یه سری نقاطی که حالا به صورت دستی خودمون جایگذاری میکنیم یا به صورت اتوماتیک خود نرم افزار جایگذاری میکنه در صحنمون، میاد شبیه سازی دوربین رو تو دنیای واقعی واسه ما انجام میده و ما این دوربین رو و این شبیه سازی رو وارد یکی از نرم افزارهای 3D مثل حالا بلندر، 3ds max فرق نمیکنه، وارد اونجا میکنیم و آبجکت هامونو و حالا المنت های CGI رو در اونجا قرار میدیم. خب بعد از اینکه وارد سینتایز پرو شدیم، قسمت اوپن اون فوتیجی که در افتر افکت به صورت حال PNG سیکونس شما رندر گرفتین رو انتخاب میکنه. بعد از اینکه در واقع PNG سیکونستون رو وارد نرم افزار سینتایز کردین، یه سری تنظیمات اولیه داره، مثل اینکه فریم ریتتون چجوری باشه، یعنی چی بوده، و اون چنل رنگیتون، حالا 8 بیتش 16 بیته، واسه ما 8 بیته و خب فریم ریتمون هم روی 25 که تنظیمش میکنیم و بعد گزینه اوکی رو میزنیم. بعد از اینکه حالا گزینه اوکی رو زدیم، نویگیشن توی نرم افزار سینتایز اگر اسکرول موس رو به صورت بالا پایین انجام بدین میبینید که زوم میکنه و اگر اسکرول موس رو در واقع نگه دارین پن میشه. خب این نویگیشن خیلی ساده است و اینجا هم میبینید که داره خود نرم افزار اون PNG سیکونس خودمون رو داره کش میکنه که راحت تر حالا این ویدیو ما اجرا بشه.
بعد از اینکه در واقع فوتیجمون رو به صورت PNG سیکونس وارد کردیم، گزینه اوتو یعنی به صورت دستی واسه ما نقاط رو توی در واقع فوتیجمون جایگذاری کنه. اینو میزنیم و صبر میکنیم. خب دوستان، بعد از اینکه در واقع گذاشتیم که خود نرم افزار ترکینگ رو به صورت اتوماتیک انجام بده، میبینید یه سری نقاط در صحنه قرار داده خود نرم افزار که ما با استفاده از این نقاط شبیه سازی دوربین رو انجام میدیم. خب بعد از اینکه به صورت اتوماتیک در واقع ترکینگ رو انجام داد، خود به خود وارد منوی سالور میشه، جایی که شبیه سازی دوربین با دقت بالا و کمترین لرزش اتفاق میفته. خب این ارور رو که میبینید در این قسمت، هر چقدر بالا باشه اون لرزش بیشتر و دقت دوربین پایینتر در واقع اتفاق میفته و ما باید این ارور رو به سمت صفر در واقع پیش ببریم که دقت این دوربین یعنی شبیه سازی این دوربین بالا باشه و خب بدون لرزش باشه که بعداً در نرم افزارهای سه‌بعدی مشکلی پیش نیاد. خب برای اینکه مقدار این در واقع ارور رو به سمت صفر میل بدیم، کاری که انجام میدی ابتدا از قسمت حالا اتوماتیک به سمت ریفاین میریم و خب ابتدا یه گو میزنیم که در واقع شبیه سازی ابتدایی انجام بشه. خب میبینیم که فعلا همونه اروره و خب آنچنان به سمت صفر میل نکرده. کاری که انجام میدیم اینی که از در واقع اگر اشتباه نکنم از این منوی ترکینگ قسمت کلین آپ ترکرز رو انتخاب میکنیم. کلین آپ ترکرز در واقع میاد یه سری نقاط بدو که توی صحنه خود نرم افزار ایجاد کرده رو حذف میکنه و با حذف یه سری نقاط بد این ارور به سمت یک میل میکنه. خب کاری که انجام میدیم، من در واقع بد فریم رو در واقع کلیکشو میزنم و اینجا همه باید کلیکاش روشن باشه و بعد فیکس رو میزنیم. بعد از اینکه فیکس رو زدیم قسمت گو رو میزنیم و میبینیم که به سمت یک میل کرد، یعنی از 4 به سمت نیم رفت. ما همچنان میتونیم کمترش کنیم ولی میبینیم که به نظر من 4 یعنی نیم خیلی خوبه، ولی خب یه بار دیگه انجام میدیم. شیفت سی رو میزنم، شورتکات این کلین آپ ترکرز. بد فریم رو در واقع تیکشو ور میدارم، یه فیکس میزنم و دوباره رو میزنم. خب فکر کنم در واقع ارورمون نیم باشه خیلی بهتره. هر چقدر پایینتر بیاد، هر چقدر این تعداد، باید یه بالانس ایجاد کنید که در واقع نه زیاد این نقاط رو حذف کنید، نه اینکه این نقاط زیاد باشن و خب این ارورتون هم بالا باشه. باید یه بالانس ایجاد کنید که در واقع بتونیم یه ترک خوب انجام بدیم. به نظر من نیم بهترین گزینه است و به نظر با همین پیش برم. هم تعداد ترکامون خوبه، هم به نظر من میتونیم که آبجکتمون رو در نرم افزاری سه‌بعدی به صورت دقیق و بدون لرزش قرار بدیم. خب دوستان، بعد از اینکه شبیه سازی دوربین رو با دقت بالا و بدون لرزش در واقع انجام دادیم، کافی که یه سری نقاط رو در این صحنه انتخاب کنید تا مبدأ مختصات خودمون ایجاد بشه، یعنی همون X, Y, Z، که این مبدأ مختصات رو بعداً اکسپورت میکنیم به سمت نرم افزاری سه‌بعدی و در اونجا کارهای CGI مون رو ادامه میدیم. خب کافی که از منوی سالور به سمت منوی 3D بریم و خب اگر کواد بود ما شما کافی که کواد پرسپکتیو رو فعال کنید، گزینه لاک و بعد گزینه پن 2D رو انتخاب کنید. از منوی با پایین لسو ترکر رو انتخاب میکنید و بعد از اینکه لسو ترکر رو انتخاب کردین یه سری نقاطی تو این صحنه‌تون هست که میتونیم انتخاب کنیم و بعد از منوی تولبار قسمت گرید رو انتخاب میکنید و بعد این گزینه رو فعال میکنید. تو فیس ورتکس ترکرز رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه این گزینه رو انتخاب کردین در واقع
این ترک ها رو دیسلکت میکنین و خب 2 ترک دیگه رو انتخاب میکنین و بعد دوباره روی همون گزینه میزنید و فعالش میکنید. خب برای این و بعد تا یادم نرفته، بعد از اینکه این گزینه رو فعال کردیم، گزینه Make Grid to Ground رو هم انتخاب میکنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، باید تست کنیم که آیا این ترکی که خود نرم افزار واسه ما انجام داده به شکل درستی انجام شده یا خیر. کافیه که این گزینه رو انتخاب کنین. اینجا میتونین انواعی از آبجکت ها رو انتخاب کنین. من رو همین باکس انتخاب میکنم و حالا از نمای مختلف left top front فرق نمیکنه، هر کدوم رو خواستین انتخاب میکنین. من اگر در واقع از قسمت left بیام یک در واقع آبجکت باکس رو ایجاد کنم و بعد روی صحنه کلیک کنم و یه زومی انجام بشه و خب اینا رو غیر فعال میکنم، ببینم که آبجکت هم به درستی انجام شده یا خیر. میبینیم که آبجکت به صورت دقیق در جای خودش وایساده و حرکت نمیکنه. این به خاطر اینکه دوربین ما به صورت دقیق و بدون لرزش ایجاد شده. اگر دوربین شما با درصد خطای بالا ایجاد بشه، مطمئن باشین که آبجکتتون بعدها در نرم افزار سه‌بعدی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. یکی از این مشکلات ممکنه که مثلا دارین در صحنه در واقع حرکت میکنین و این آبجکت و اون المان 3D تون حرکت کنه، لرزش درش ایجاد بشه و خب اینا به خاطر اینکه اون اروره رو که باید مثلا اگر 4 بوده یا 5 بوده به سمت 0 میل ندادیم و به درستی میل ندادیم در واقع. ولی اینجا میبینید که در واقع این آبجکتمون در واقع به درستی سر جای خودش ایستاده و خب حرکتی نمیکنه. میبینید که خب دوستان، بعد از اینکه این کارا به درستی شکل گرفت، الان به مرحله اکسپورت میرسیم. کافیه که از گزینه فایل قسمت اکسپورت رو انتخاب کنید و بعد از اینکه گزینه اکسپورت رو انتخاب کردین، ما برای بلندر میخوایم دیگه، بلندر پایتون رو انتخاب میکنید و خب در واقع اون جایی که میخوایم محل ذخیره رو در واقع تعیین میکنید و خب دکمه سیو رو میزنید. خب دوستان، بعد از اینکه نرم افزار بلندر رو باز کردین، تو قسمت اسکریپت میریم و اون در واقع ترکی که از سینتایز شما سیو کردین رو اینجا وارد میکنین. بعد از اینکه وارد کردین، در قسمت لیاوت همچین در واقع ترکی که در سینتایز داشتین در اینجا هم دارین، ولی خب این تصویر رو ندارین، یعنی اون فوتیجی که توی افتر افکت شما رندر کردین اینجا ندارین. برای این کار به قسمت سینتایز کالکشن میریم تو منو و قسمت کامرا رو انتخاب میکنیم. منو دیتا آبجکت دیتا پراپرتیز رو انتخاب میکنیم و تو قسمت بک‌گراند ایمیج تیکش رو میزنیم و تو قسمت ایمیج اون سیکونسی که در افتر افکت در واقع رندر گرفتین رو این قسمت وارد میکنید. اوپاسیتی رو روی 100% میذارید، یعنی همون روی 1 و دپس روی بک. همین تنظیماتی که در اینجا مشاهده میکنید رو انجام میدیم. فریم رو از در واقع 374 کلش 374 استارتش روی 1 و آفستش رو 22 گذاشتم. خب استارتش رو از 23 تا 396 در واقع من این کار رو انجام دادم واسهش، یعنی من همینقدر میخوام واسهش رندر بگیرم و خب اسپیس رو میزنم که ببینید یکم سیستم من کنده، ولی خب میبینید که حالا در ادامه ترک به چه صورت انجام میگیره. بعد از اینکه در واقع شما ترکتون رو وارد محیط بلندر کردین، من اینجا از قبل در واقع مدل سازی ها رو انجام دادم، فقط خب یه سری راهنمایی‌هایی در مورد متریال سازیشو، اینکه نحوه اینکه چجوری کار میکنه و به شما میگم.
خب قسمت بنر، کالکشن و خب کیوب. در واقع یه بنر اینجا داریم که اینا رو توی در واقع چنل تلگرامم واسهتون قرار میدم که توی هر پروژه که نیاز داشتین همینو کپی پیست کنید و طبق اون پروژه تنظیماتش رو انجام بدین و باهاش برین جلو. خب من بنر رو انتخاب میکنم. خب الان یکم که بریم جلو میبینیم که بنر به این شکل قشنگ در واقع واسه ما انجام شده، یعنی کارش اوکیه. خب بریم تنظیمات بنر رو ببینیم به چه شکله. از قسمت میریم وارد قسمت فیزیک میشیم، قسمت کلاس رو واسش روشن میکنیم، کوالیتی استپس یعنی مقدار کیفیتش رو روی 20 قرار میدیم، اسپید مولتیپلیر رو روی 6، یعنی مقدار سرعتی که در واقع بنر رو از سمت بالا به سمت پایین میاد. ورتکس مسش یعنی مقدار جرمش رو 1 کیلوگرم میذاریم و ویسکوزیتش رو روی 1 قرار میدیم. قسمت تنشنش رو اگه درست گفته باشم روی 10، یعنی میزان کشیدگیشو، میزان در واقع اون کامپرشن یعنی مقدار فشاری که وقتی از بالا به پایین میاد روی پارچه اعمال میشه روی 10 و مقدار لغزش روی 10 و مقدار خمیدگی روی نیم گذاشتم. مقدار سرعت هر کدوم از اینایی که گفته شد روی 5 قرار داده شده. با قسمت اینترنال کاری نداریم، پرشر کاری نداریم. وارد آبجکت کالیژن میشیم. این تیکش رو حتما بزنیم. مقدار کوالیتیش رو هر چقدر بیشتر بالا ببریم کیفیت پارچه‌تون اون مقدار نرمی که از بالا به سمت پایین میاد بیشتر میشه، یعنی بهتر میشه. و مقدار دیستانسش رو روی 15,000 قرار دادم و مقدار سلف کالیژنش هم فعال کردم، در واقع تیکش رو زدم و مقدارش رو روی نیم و 15,000 بازم قرار دادم. بعد از اینکه این کارا رو انجام دادم بیک آل داینامیک رو زدم که واسه من خیلی روونتر حالا در واقع سیمولیشن رو انجام بده. خب برای اینکه بخوایم یه سایه پشت این بنر، یعنی اینجور شبیه سازی کنیم که بنر وقتی میفته یه سایه در این ساختمون وجود داشته. واسه این کار من حالا یه کیوب اضافه کردم خیلی ساده که نقش سایه رو واسه ما داشته باشه. به کیوب در واقع شادو کچر دادم. شادو کچر هم در قسمت در واقع آبجکت پراپرتیز میریم و قسمت ویزیبیلیتی و شادو کچر رو واسهش فعال میکنید. شادو کچر رو که فعال کنید بعد از اینکه دکمه رندر رو بزنید میبینید که یک شادوی فیک این قسمت ها افتاده به این صورت. خب بعد میرسیم به قسمت متریال سازیش. این از سیمولیشنمون، این هم از سایه و در آخر قسمت متریال سازی وارد قسمت شیدینگ میشیم. از قسمت شیدینگ ما در واقع روی بنرمون کلیک میکنیم. کاری که انجام میدیم یه متریال جدید واسه خودمون ایجاد میکنیم. بعد کافیه که اون تصویر که واسه بنرتون در نظر گرفتین رو وارد کنید و به بیس کالر وصل کنید و در آخر میبینید که همچین متریال و پترنی رو دارین. کافیه که این ایمیجتون رو در واقع وارد بلندر کنید و قسمت شیدینگ کنید و به بیس کالر بچسبونید و یعنی وصلش کنید و در آخر میبینید که همچین تنظیماتی هم واسهش داریم. رافنسش رو روی نیم، آلفا روی 1 و بقیه تنظیماتش رو دست نزدیم. به همین صورت که هست بذارید باشه و در آخر وارد قسمت کامera میشیم و لیاوت و میبینید که خیلی قشنگ. الان ما اگه
رندر رو بزنیم، این رندر نهاییمون به صورت لایو شما مشاهده میکنید. به این صورت. خب برای نور پردازیش من چیکار کردم؟ قسمت ورد وارد میشین، اول قسمت در واقع شیدینگ وارد میشین. بعد از اینکه شیدینگ وارد شدین از قسمت آبجکت وارد منوی ورد میشین. خب اون HDR'ایی که در واقع دانلود کردیم، مثل از سایت های پولی هیون دانلود کردیم و بعد وارد در واقع قسمت ورد میکنید، اون HDR'هایتون رو دو قسمت کالر وارد میکنید. از قسمت کالر وارد environment texture میشین و خب اون HDR'هایتون رو وارد میکنید. HDR'هایتون رو وارد کردین. از اینکه HDR'هایتون رو وارد کردین روی کیبورد شیفت A رو نگه میدارین و مپینگ و تکسچر کوردینیت رو وارد میکنید. به این صورت شیفت A رو نگه میدارم و مپینگ رو سرچ میکنم. خب مپینگ رو میبینید که همچین چیز اینجا داریم و برای تکسچر کوردینیت هم به همین شکل. همین تنظیماتش رو در نظر بگیرید. قسمت روتیشنش روی محور Z 87، یعنی 87.9 درجه چرخیده. اسکیلش روی در واقع محور XY Z به صورت 1 و در آخر اینا رو به هم وصل کردیم. قسمت جنریت رو به قسمت وکتور و وکتور رو از مپینگ به قسمت تکسچرمون یا همون HDR'هایمون وصل شده. و میبینید که اینجا هم مقدار در واقع میزان نوری است که در صحنه وجود داره. من اگر قسمت رندر وارد شم و اگر مقدار نور صحنه رو زیاد کنیم، میبینید که نور صحنه زیاد میشه. حالا بر اساس صحنه‌ای که داریم باید نورش رو تنظیم کنیم. من روی 1.5 در نظر گرفتم و بعد وارد لیاوت میشیم و از قسمت در واقع اوتپوت روی 25 فریمه واسه من. رزولوشنش هم که مشخصه. محل سیو رو انتخاب میکنید، جایی که میخواید ذخیره بشه به صورت PNG سیکونس حتما باشه، PNG باشه و حتما به صورت RGB آلفا باشه که ما آلفای این قسمت رو میخوایم. حالا کالر دپس رو میتونید روی 8-16 بذارید و همین دیگه. و بعد در آخر قسمت رندر انیمیشن رو انتخاب میکنید. یه سر به منوی رندر میزنیم. رندر انجین هم روی سایکله، روی ایوی هم میتونید کار کنید، ولی خب من الان روی سایکل کار کردم. دیوایس هم روی سی پی یو، یعنی از طریق سی پی یو میتونه یعنی کار میکنه و رندر میگیره. مقدار رندرم و مکس سمپلش رو روی 20 گذاشتم، یعنی 20 تا سمپل میگیره ازش و بعد وارد فریم بعدی میشه. دینویزش هم میتونید فعال کنید، یعنی باید فعال کنید که کیفیت بهتری به شما بده. من الان روی ویو پورت هم اگه دینویزمو فعال کنم میبینید که سمپلمو گذاشتم روی 50 توی ویو پورتم، ولی خب توی رندرم روی 20 گذاشتم. گفتم که روی 20 بذارم و کیفیتم اندازه همین 50 تا میشه. و میبینید که داره هی بهتر و بهتر میشه. خب من دینویزش رو غیر فعال میکنم که یکم سبکتر شه. از قسمت مکس بانس توتالش رو گذاشتم روی 12، دیفیوزش روی 4، گلاسیش روی 4، ترانسمیشنش روی 12، ترانسپرنتش هم روی 8 گذاشتم. دیگه اینجا چیزی نداریم. وارد فیلم میشه، حتما ترانسپرنت رو فعال کنید، یعنی حتما باید فعال شه. این کار رو یعنی این فعال کردن رو در ابتدای کار انجام بدین، یعنی زمانی که در واقع ترکتون رو وارد بلندر میکنید ابتدا وارد قسمت رندر میشیم و در قسمت فیلم ترانسپرنت رو حتما فعال کنید. اگر فعال نکنید این تصویر یا اون فیلمی که میبینید در ادامه واسه شما نمیاد، یعنی اون بک‌گراندی که در واقع ما وارد کردیم از طریق دوربین. خب و حالا کالر منیجمنتش رو روی همون sRGB گذاشتم
استاندارد ویو ترانسفورمش و اکسپوژرش روی 0 و گاماش هم روی 1 قرار دادم و در آخر رندر انیمیشن رو میزنید و در آخر وارد برنامه افتر افکت میشی و کامپوزیت رو انجام میدی.